او دزدی ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشکیل داده بود. روزی با هم نشسته بودند و گپ می‌زدند. در حین صحبت‌هایشان گفتند چرا ما همیشه با فقرا و آدم‌های معمولی سر و کار داریم و قوت لایموت آنها را از چنگشان بیرون می‌آوریم. بیایید این بار خود را به خزانه سلطان بزنیم که تا آخر عمر برایمان بس باشد. البته دسترسی به خزانه سلطان هم کار آسانی نبود. آنها تمامی راه‌ها و احتمالات ممکن را بررسی کردند. این کار فکر و ذکر آنها را مشغول کرده بود تا سرانجام بهترین راه ممکن را پیدا کردند و خود را به خزانه سلطان رسانیدند. خزانه مملو از پول و جواهرات قیمتی و اشیای گرانبها بود. آنها تا می توانستند از انواع و اقسام طلاجات و عتیقجات در کوله بار خود گذاشتند تا ببرند. در این هنگام چشم سرکرده باند به شیء درخشنده و سفیدی افتاد. گمان کرد گوهر شب چراغ است. نزدیکش رفت، آن را برداشت و برای امتحان به سر زبان زد. معلوم شد که نمک است. بسیار ناراحت و عصبانی شد و از شدت خشم و غضب دستش را بر پیشانی زد، طوری که رفقایش متوجه او شدند و خیال کردند اتفاقی پیش آمده یا نگهبانان خزانه با خبر شدند. خیلی زود خودشان را به او رسانیدند و گفتند چه شد؟ چه حادثه ای اتفاق افتاد؟ او که آثار خشم و ناراحتی در چهرهش پیدا بود گفت افسوس که تمام زحمت‌های چندین روزه ما به هدر رفت. ما نمکگیر سلطان شدیم. من ندانسته نمکش را چشیدم. دیگر نمی شود مال و دارایی پادشاه را برد. آخر از مردانگی و مروت به دور است که ما نمک کسی را بخوریم و نمکدان او را هم بشکنیم. آنها در آن دل سکوت سهمگین شب بدون این که کسی بویی ببرد دست خالی به خانه‌هایشان بازگشتند. صبح که شد و چشمای نگهبانان به درهای باز خزانه افتاد، تازه متوجه شدند که شب خبرهایی بوده است. سراسیمه خود را به جواهرات سلطنتی رسانیدند. دیدند سر جایشان نیستند، اما در آنجا بسته هایی به چشم می‌خورد. آنها را که باز کردند، دیدند جواهرات در میان بسته ها می باشد. بررسی دقیق که کردند، دیدند که دزد از خزانه چیزی نبرده است، وگرنه الان خدا می‌دانست سلطان با ما چه می‌کرد. بالاخره خبر به گوش سلطان رسید و خود او آمد و از نزدیک صحنه را مشاهده کرد. آنقدر این کار برایش عجیب و شگفت‌آور بود که انگشتش را به دندان گرفت و با خود می‌گفت عجب، این چگونه دزدی است؟ برای دزدی آمده و با آنکه می‌توانسته همه چیز را ببرد ولی چیزی نبرده است. آخر مگر می‌شود؟ چرا؟ ولی هر جور که شده باید ریشه‌یابی کنم و تعطوی قضیه را درآورم. در همان روز اعلام کرد هر کس شب گذشته به خزانه آمده در امان است. او می‌تواند نزد من بیاید و من بسیار مایلم از نزدیک او را ببینم و بشناسم. این اعلامیه سلطان به گوش سرکرده دزدها رسید. او دوستانش را جمع کرد و به آنها گفت سلطان به ما امان داده است. برویم پیشش تا ببینیم چه میگوید. آنها نزد سلطان آمده و خود را معرفی کردند. سلطان که باور نمی کرد دوباره با تعجب پرسید این کار تو بود؟ گفت آری. سلطان پرسید چرا آمدی دزدی و با اینکه می توانستی همه چیز را ببری ولی چیزی را نبردی؟ گفت چون نمک شما را چشیدم و نمکگیر شدم. و بعد جریان را مفصل برای سلطان تعریف کرد. سلطان به قدری عاشق و شیفته کرم و بزرگواری او شد که گفت حیف است جای انسان نمک شناسی مثل تو جای دیگری باشد. تو باید در دستگاه حکومت من کار مهمی را بر عهده بگیری و حکم خزانه داری را برای او صادر کرد. لطفاً این ویدیو را لایک کنید و اون رو برای دوستانتون هم ارسال کنید. التماس دعا.